درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو باز هم من هستم، مریم دولت، و در برنامه دری امید و باز هم مهمانی داریم که آمده است با مشکلات خودش، با مسائل خودش، و امیدواریم که از این صحبت با مهمان گرامی ما شما نیز برای خودتان چیزی میگیرید. خوش آمدید. سلامت باشید معلم عزیز. برنامه‌های شما رو چون تماشا میکنیم و بیشتر من توجه دارم به مسائلی که به تربیت فرزندان مشغول است، زیرا که هر یک مادر کوشش میکند که در روزهای نخستین به پایان رسانیدن فرزند همان طوری رفتار کند که در آینده به قول طوری میگویند دیر نشود. و من یک دختر و یک پسر دارم. پسرم کلانتر است. در تربیت او چنین کوشیدم که همیشه پسر اون طوری من رفتار کرده باشم که او باید با جرأت باشد، در جامعه من خودش را داشته باشد، یعنی که یک شخصیت به پای رسد و همه چی رو فرق کرده تواند، یعنی که با اندیشه خودش رو داشته باشد. و امروزها که دخترچه کلام میکنم 5 ساله است هنوز، البته میخواهم که هم با جرأت باشد تا که فریب نخورد، ولی بازم در عین زمان میخواهم که همون عفت و همون تمکین تاجیکانه رو گم نکند. خوش، واقعا بسیار سوال خوب دادید شما. تربیت پسر از تربیت دختر فرق داره. بله. وقتی که ما پسر رو پیش از همه برای هر دو یک چیز عمومی است که محبت دادن لازم است. همه چیزی که هست باید در زمینه محبت از دریچه محبت باشد. حتی در حالتی که ما فرزند تنبیه میدهیم، میخوایم اینجا اونجا کمبودیش اصلاح شود، این باید از نگاه محبت باشد، نه از نگاه افتخار یا غروری که من کلانتر هستم، من با عقلتر هستم، من داناتر هستم. این یک چیز است. ولی در تفاوت پسران و دختران در روان تربیه اون است که دخترک رو همیشه به شرط تعریف کردن لازم است. به شرط. زیرا وقتی که انسان از محبت پر می شود، شما گفتید که من در زندگی فریب نخورد. خیلی ما همیشه از اون میترسیم که در دوره نورسی دخترکان رهگم میزنند، پسرکان دخترکان رهگم میزنند و با عالم بزرگ وارد میشن، اونجا همه چی هست و میشود که پیشپا میخورند و ما از کودکی آنها از این چیز میترسیم. اولش ترس ما خودش یک برنامه ساز است. ترسیدن لازم نیست. و فرزند ما از پروردگار میگیریم، از خداوند میخوایم و کودکدار میشیم، ولی تقدیر فرزند در اختیار ما نیست. این یک چیز است. ولی مسئولیت ما در چیست؟ مسئولیت ما در آن است که به فرزند همه ملکه هایی را که در زندگی او رو حمایه کند داده توانیم. این ملکه ها از چی عبارتند؟ بله، ما بعضا میگویم که شرط نیست که حتما پزنده و سازنده باشد، بعد یاد میگیرد، ولی اگر پیشکی یاد گیرد کار خودش آسان‌تر می شود. و بهترین نمود تربیه آن است که کودک میبیند، زیرا قسم زیادی اطلاعات رو ما توسط دیدن میگیریم و یک قسم دیگرش با شنیدن است، ولی اگر هنگام شنیدن باز بینیم، این دو چیز به هم دیگر پیوست تاثیر میکند. اگر دخترچه شما 5 ساله باشد، باید آماده باشید به همه دوره های بحرانی زندگی کودک. در دوره 5 سالگی مثلا دوره میگن که اوج خودخواهی کودک است. منش خیلی بلند است و اکثر پدر مادران از این میترسند، گمان میکنن که او همین خیلی خودخواه میشود. نه، این دوره ما صبر میکنیم، با او امکان میدهیم که به همین اوج خودخواهی را پس سر کند. بعدتر با او میفهمونید که اصول با مردم زبان یافتن چی است. زیرا انسان در جامعه زندگی میکند. اگر در جامعه انسان زبان معاشرت خوب را پیدا کرده نتواند، موفق شدن و خوشبخت شدنش مشکل میشد. آدم خودخواه پیش از همه به خودش ضرر میرساند، زیرا آدم رو از خودش دور میکند. و اگر که ما مناسبت تاجیکانه بگوییم، در ما انسان در عائله رشد میکند، انسان در عائله زندگی میکند، انسان در عائله از دنیا میرود.
حتی اگر جامعه کلان رو هم دورتر بگیریم، اگر بگیم یک بانوی خانه می شود و اساساً با زندگی خانهش مشغول می شود، در زمان انتخابش چنین باشد، همین است. ولی در هر صورت با کودک همیشه یاد دادن لازم است، با نرمی ولی با اصرار، که در کدام مورد چگونه باید رفتار کند. کودک 5 ساله علاقه بسیار چیزا رو میفهمد، ما باید خرد از گفتن نمیتوانیم. مثلا یک دغلی، یک بی احترامی نسبت آدم کلان، نسبت اکو داشته باشد، اکوش نسبت پدرش، مادرش نسبت شما، مادر کلانش، بعضا کودکان ما رو میسنجند. یعنی تا چه اندازه ما با آنها امکان میدهیم. اگر در جایی که هیچ اجازت نیست، عملی را که هیچ ممکن نیست کردنش، یک بار دو بار اجازت دادیم، دفعه سوم رو نگاه داشته نمیتوانیم. چیزها هستند که ما با آنها به کودک میتوانیم آزادی بدهیم تا یک معیار معین، ولی چیزها هستند که در آنجا هیچ آزادی دادن ممکن نیست، هیچ اجازت ممکن نیست، اون باید حتما پیشگیری کرده شود. یکی از آنها مثلا احترام انسان ها، خواه انسان خرد باشد خواه انسان کلان. مثلا با یک دوگانه خودش کودک همسایه بازی میکند، کودک از این خردتر است، کودک شما بازیچه رو کشیده میگیرد. اگر شما این رو صرف نظر کنید، نبینید، همون لحظه گفته نتوانید که این رو کردن ممکن نیست و عدالت اجتماعی رو جا به جا نکنید، حتی اگر کودک شما گریه کند هم، اگر که همون لحظه ناحق باشد، شما باید بازیچه رو برگردونید به صاحبش و گویید که تو حق نداری بازیچه رو نپرسیده گیری، خواهد میدهد، نخواهد نه. اون وقت فرزند ارکه شما از ارکگیش بهره نمیبرد، اگر که ما با او اجازت بدهیم که همه قانونهای معاشرت و مناسبت و اجتماعی را کودک ویران کند. در 5 سالگی کودک علاقه آدم اجتماعی است و باغچه می رود و برای حوله می برود، با کودکان دیگر بازی می کند. این چیزها را آموزاندن لازم است. یک چیز دیگر که جامعه تاجیکانه ما در این چیز بسیار جدی است، این احترام کلان سالان است. این چیز را به کودک از همین حال یاد دادن لازم است. مثلا احترام کودکان از احترام کلان سالان کمتر فرق دارد. با آدم کلان سال دغلانه مناسبت کردن ممکن است، گپ کردن ممکن است. اگر که خواهش داشته باشد باید آرامانه خواهش با آواز پست گوید، به نرمی. و اگر که کودک در همین دوره کوشش میکنن با واسطه غش کردن، با واسطه گریه کردن، با واسطه فشار آوردن طلبات خودشان رو اجرا کنند، اگر پدر و مادر یک بار دو بار سه بار گذشت کردن، کودک این اصول رو همچون اصول کارشایم قبول میکند و تنها با همین اصول استفاده میبرد، با غش کردن، با گریه کردن، با طلب کردن در همه حالت ها. این هم با پسرک هم با دخترک تعلق دارد. با کودک در این دوره ها فرزند شما برای شما عزیز است، ولی اگر هر چیزی که او ها گفت شما برآورده دهید و چیزهایی که ممکن نیست حتی گرفتنش، چیزهایی هستند که اجازت نمیدهیم، مثلا خنده بسیار که کودک دوست می‌دارد ولی بسیارش فایده ندارد، یخماز در حالت بیماریش مثلا هم از معیار زیاد نباشد و چیزهای دیگر که خودتون بهتر میدانید. چیزی که ممکن نیست همون نه خودتون قطعاً باید دارید. و در این مورد یک چیز بسیار جدی است، وقتی به کودک نمیگوییم، هنگام نه گفتن باید 3 بار فکر کنیم همین نه ما برای چی بود، واقعا ممکن نیست یا حاضر من کیفم ناجور است برای همین نه گفتم، یا در حضور دیگران خودم برای نشان دادن که من پدر یا مادر سختگیر هستم برای همین نه گفتم. اگر شما نیتون اداره کرده نتوانید، بهترش قدر بسیار نه نگویید، نه گفتید اون دارید، برای این پیش از نه گفتن باید فکر کنید این همون نه است که داشته میتوانید شما یا نه. این به همه فرزندان داخل داره. در اون مورد کودک وقتی که نه رو همچون نه قبول کرد، این نه کلان است، نه گفت پدرم یا مادرم نه است، در 3 دفعه اگر که شما اینو داشت دادید، دفعه 4م 5م دیگر سخت تلاش نمیکند، پافشاری نمیکند و اینو یاد میگیرد. مرزهای شخصیتی رو نشکستن، مرز دیگر رو وقتی که نمیشکند، او مرز خودش هم حمایت کردن یاد میگیرد. این هم یاد دادن لازم است. وقتی که ما میگیم که در مسئله اگر تلاش کودکان مثال عادی همون بازیچه است، اگر یک نفر بازیچه خودی او رو کشیده گرفت به اجازت و کودک شما گریه کرد، همون عدالت اجتماعی را اینجا هم باید رعایت کنید. با اون کودک بگوید که نمیخواهد دادن، نمیدم. اگر روزی نیستی ندید.
نمیخواد بازیچه دادن. بعضا میشه خانه ما مهمان میبیاد، ما حق کودک بسیار سخت پایمال میکنیم و کودک مهمان است با او بده. با کودک گفتن لازم است دادن. مهمون است، واقعا احترام مهمون است. اگر که روزی باشه با بازیچه بازی کند، این بعد چند دقیقه به 1 ساعت نیم ساعت بعد میرود بازیچه با تو میموند. اینا فهموندن لازم حتما احترام مهمون قاعده مهمانداری رو. ولی اگر کودک بوجود اینم روزی نباشد بهتر است با کودک مهمون یک چیز دیگری افتادید. ولی حق کودک رو پایمال نکنید. اون جرأتی که شما گفتید اگر هر دفعه ما گوییم که خیلی وای بازی کنه تو بعد بازی میکنی، او حق خودش رو طلب کردن دیگر یاد نمیگیرد. مرز خودی او میشکند. خصوصا اگر که دو در خواهرها باشن برای تلاش زیاد میشد. در این مورد خب نفر دیگری که از او بازیچه رو گرفت خب کلام باشد خب خورد، شما اول حالت رو بیاموزید بعد معین کنید که بازیچه باید در دستی کی باشد. اگر حقی نیست باید نگیرد، اگر حق خودش باشد برگرداند بگیرد. این مسئله شیرینی هم مسئله چیزهای دیگر هم که کودکان بحث میکنن، این چیز رو به نظر گیره که جرأتی او واقعا باشد در لحظه ضروری او خودش ظاهر کرده تواند، حق خودش رو طلب کرده تواند و به کسی حق ندهد که مرز شخصی رو عبور کنند رو رنجانند. مقصد اساسی اومدن من هم انا همین جرأت رو در وجود فرزند میخوام که از خردی او داشته باشد، زیرا که اگر من احساس میکنم این که خودم من همین جرأت هم ندارم و در همه جا مثلا نمیتوانم که با جرأت سخن بگویم و فکر میکنم که همین بر ضرر او خواهد بود. بله وقتی ما جرأت ها رو در کودکی میشکنیم، روانشناسان حتی برانند که وقتی کودک نورهگردان سخت میدود، در بعضا آدما از دوستداری یا از ترسشون کودک در اوج دویدنش میدارند، میگن این کارو نکنید. اون مقصدی گذاشته است میخواد تو کنجک بدود. اگر نیتی باید همون تو هم کنجک دویدن باشد رو روح ندارید، بگذار رود تو هم کنجک. وقتی که ما کودک دو بار از راه میگردانیم، کودک نورهگردان تو میشد کودک ثابت قدم نمیشود. یک عمل رو تا آخر برده رساندن در معنیش جا نمیشد که فلان کار رو تا آخر بردن در قدرتش میرسد یا نه. ما یک بار او رو ندا گفتیم، دو بار ندا گفتیم. ما در بسیار موارد نه بسیار میگوییم، بسیار چیزا من میکنیم، نکن و نرو و ندا و نگیریم و به حد بسیار است. بله همین باید بسیار با دقت باشیم که در کدام موردها ما از سر ترسمون میگیم. در درون خانه کودک اصلا در جای بی امن است اگر که چیزی زیاد در اون خانه نباشد. دویدن خواهد اگر که مثلا همسایش مو ضرر نمیبیند یا جای به خطر باشد، بگذار چقدر که ضرور است برای او بدود. ولی ما بعضا کودک من میکنیم دویدنش تنها به خاطر که خود ما نمیخوایم که باید دود یا ما میترسیم. اگر شما آروم میخواهید به کودک 5 ساله گفتن ممکن است که حوض سر من درد کرده است، حاضر آرومتر بازی کن، بذار حوض یک بازی آرومتر میکنی، بازی دویده و دیرتر میکنی و کودک روی حولی برایت بذار چقدر که به او لازم باشد بدود، زیرا در داخل خانه کودک از دویدن سیر نمیشود. یک روایت عجیبی است، کودک وفات میکند و در اون دنیا از او فرشته ها نمیدونم خداوند از او میپرسد که چی گله داری؟ میگه من از مادرم سخت رنجیدم. میگن چرا رنجیدی؟ میگه که میخواستم لای بازی کنم لای من نموند. مادر چرا نموند لای بازی کردن؟ گفت لباس چرکین میکنه. خب کدام چیزی دیگر بود. در اصل برای خودی کودک خودی همین مثلا لای بازی یک ایجاد است، یک با دستش چیزی میسازد. او یک ملکه ایجاد کردن و ملکه خلاقیت است که همین چیز رو میسنجد و یاد میگیرد و این چیزایی که ما معنی میکنیم خیلی زیادن. برای همین هنگامی که معنی میکنید پیشکی فکر کنید چرا معنی میکنید، چرا نمیگوید. اگر واقعا معنی کردن لازم باشد به کودک 5 ساله فهموندن ممکن است. او باید دونه چرا معنی کردن، نه به خاطر آن که مادرش نمیخواد، پدرش نمیخواد. یعنی وقتی که ما میگیم که نکن برای که من نمیخواهم و سببش نمیفهمونیم و گمان میکند که او با این چیزها حق ندارد، حق دیگران از حق او بالاتر است و برای حق تلاشی دیگر جرأت نمیکند. این یک چیز است. خوش در مسئله دخترکان یگانه تفاوت همین است که دختران رو باید تعریف مهربانی و نوازش به شرط بکنیم، به خاطر که هست، برای کارش نه. ولی به پسران این تعریف ها رو همچون تحفه وقتی بدهیم که او عملی رو اجرا کرد.
برای شما یک پیاله آب آورد، میگید آفرین پسرم، قهرمانی من، تو برای من آب آوردی. دخترک آب آورد، به او تشکر گویید، میتونید تعریف کنید. ولی اگر که آبم نآورد، همونجا نشسته با بازی خودش مشغول است، برای شما خدمتی نکرده است، همون وقت میتونید تعریف کنید. دختر شیرینم، دختر خوشرویم، همه چیزی که میخواید در اون بینید، اون چیز رو براش بگویید. مثلا یک اصول است برای کودکانی که بسیار ناآرومند سر حرکتند، شما او را برای طرز تعریف کنید که هم کار اجرا کرده است. مثلا میگوید که دخترم بسیار با آداب است، بسیار دختر آرام طبیعت است، دعوی بسیار نمیکند، دختر من آرام کار میکند، درسش تیار میکند، رسم میکشد. شما و خود کودک اینا برای خودش همچون برنامه میگیرد و هم کار حل نکرده است، ولی گوید که او این عجیب کارو میکند. این تعریف است که برای دخترک ضرور است، این کارو نکرده است ولی تعریف شنید. همون چیزی است که برای او اطلاعات است، پیام است از اون که این کارها هستن که برای او از این چیز برد خواهد کرد. تعریف هم یک موفقیت است، یک برد است و از این چیز برد خواهد کرد، این برای با منفعت خودش خواهد بود. یعنی این چیزها میتوانند. خوش چیزی دیگر، مثلا اگر که خواهید دختر شما هنرمند باشد، دختر شما پزنده باشد، از حالی از همین کودک 5 ساله میتوانید به این یگان کاری که از دستش میبیاد همراه کنید. کودک 4 ساله و 5 ساله کارتوشکا پیاز اونو پاک کرده میتونه. هر کاری میکنید دعوت کنید، هم پسرتون هم دخترتون، بگویید به من یاردم کن. و باید از یاردمش اگر خواهید برای یگان تحفه بدید، یک قند میدید، یک سقیچ میدید، خود چیزی که باشد. میتونید هیچ چیز ندید، فقط تشکر کنید. بعد وقتی که خوراک میپزید بالا دست خون میمونید، میتونید بگویید که این زحمتی هم دخترم است هم پسرم است، دست اینو هم رسید، این خوراک یک جای پختیم برای همین با مزه شد. یعنی هر کاری که میکنید با کودک 5 ساله علاقه کردن ممکن است. برای او هم با شما شریک میشد، وقتش بیهوده نمیگذروند، اون چیزی که زیر نظارت شما است، شما تشویش نمیشود که دورتر از شما چیکار کرده است. دویمش به این چیزا دستش میچسبد. هر یک زن تاجیک آرزو دارد، امید دارد که دخترش با دست و پنجه باشد، پزنده خوب باشد که پگاه شوهردار شد در خانه شوهرش این مشکل پیشش نبیاید. با او از گفتن دیده همراهش کردن آسان‌تر و بهتر است. و بعد سن سال کلانترش اگر که سوال پیدا کرد، مادر من چه کار کنم، مادر من چه خیال کنم، بعد اون وقت سوالش رو جواب دادن ممکن است. حالا میتونید همراهش کار کنید. و کار دیگر مثلا میتوانید همراهش بازی هم کنید. بازی های ایجادی رو برای خودتون وقت جدا کنید. نشینید همراه کودک خانه چه بسازید اگر لازم باشد. رسم کشید اگر رسم بکشید همراهش. بعضی کودکان میگن که من نمیتونم کشید، تو مادر جان شما کشید. اگر نتوانیدم همراهش کشید. این هم اون اصول هایی است که وقتی که همراه کودک رسم میکشید، باوری او رو با قوه ایجاد زیاد میکند. شوق او رو به ایجاد زیاد میکند و اگر در آینده استعداد ایجاد کاری داشته باشد، از حال قدم به قدم میتواند رشد کند. تشکر. در مورد همین دم دوست بودن کودکان میخواستم از شما پرسم. مثلا طوری که گفتم پسرم با همه زبان میافت، بسیار یک چوست و چالاک و یعنی که در همه جا با قول من میتواند که معنی خودش رو داشته باشد، با انسان ها با دیگرها تیز زبان مییابد. اما دخترم همین گونه نیست، یک کمی دم دوست است. مثلا اگر برای من گفته تواند که همین خوراک من نمیخورم، وقتی که یک کسی دیگر رو مجبور میکند، او با اشک‌های 6 قطار اما همون خوراک میخورد. کی مجبور میکند دخترش؟ مثلا اطرافیان، خاله‌هایش، همسایه‌هایش. شما چرا به خاله‌هایش اجازه میدید که شما به خاله‌هایش اجازه ندید که وای مجبور کنند؟ دختر شما است. اگر نخواهد، اصلا ما ترس عجیبی به پایه داریم، گمان میکنیم کودک خوراک نخورد میمیرد. نمیمیرد از گرسنگی. و اگر همون زمان طلبات خوراکخوری نداشته باشد، میتواند اصلا نخورد. خوراک وقتی خورد که گرسنه میموند. اگر گرسنه نباشد چرا وای مجبور میکنید؟ اجازه ندید، نه به خاله‌هاش نه به مادر کلان‌ها که وای مجبور کنند. گوید که خواست میخورد مجبور نکنید. با خواهر خواهش میکنم مجبور نکنید. و کودکان از آدم‌ها بیگانه میترسن البته. یعنی که این همه کودک همین گونه است. بله همه کودکان در حضور آدمان بیگانه خودشون ناراحت حس میکنن. خصوصا کودک 5 ساله طبیعت از آدم بیگانه هراس دارد. اما پسرم چنین نبود. او در 2 سالگی حتی احساس نمیکرد که
او سخن خودش داشت نمیخوام شما با اجازت دودگی بودید. گرد سر اجازت های شما می رود. نسبت ما متاسفانه نسبت خود ما با پسرکان و دخترکان هر خیلی است. ما داودای پسرک قبول میکنیم با آسانی و شوخ بالا درخت میبرد بالا بلندی میبرد ولی دخترک از کودکیش این چیزا رو منع میکنیم. این در زیر تحت شعور ما نشسته است خودمون تو اینا نظارت کردن نمیتونیم حتی توجه نمیکنیم که من دخترم نسبت دخترم سخت گیرترم نظر بر پسرم. همین خاطر بله این سختگیری ما چند سبب دارد. یکیش از اون که گمان میکنیم که دختر نازکتر است اگر افتاد سخت‌تر لط میخورد. از طرف دیگر ما به دختر باوری نداریم. و اگر میخواد که بجرات باشد خودتون بجرات باشد نسبت دخترتون. شما از صحبتتون معلوم میشد که شما با جرأتی ندارید خالاوش بگویید که دختر منو مجبور نکن. این جرأت ها از شما با او میگذرد. شما باید بالای خودتون کار کنید. من با همین خاطر گفتم بله بالای فعال کردن جرأت های خودتون کار کنید. بالای از بین بردن ترس های خودتون کار کنید. زیر کودک خصوصا کودک 5 ساله تا 12 سالگیش کودک در عالم معنویات و نیروهای روانی شما است. هر چیزی که شما حس میکنید او کشیده میگیرد. شاید هنگامی که پسرتون تولد شد شما حالتتون دیگر خیلتر بود. در دوره دخترتون حالتتون دیگر خیلتر بود. بله و این چیز هم خیلی سخت تاثیر میکنه. برای که جرأتش زیاد شود کوشش کنید که دخترتون بیشتر با پدرش معاشرت کند. مثلا کوچه رفتن، بازی کردن، صحبت کردن، درس کردن. زیرا پدرها در این مورد جرأت بیشتر دارن و کودک از پدرش این چیزا آسان‌تر میگیرد. با هر سوال در که به جواب ماند. سوال‌ها خیلی زیادند البته اما فکر میکنم که یک وقتی محدودی که ما داریم و پورگی ما نمیتونیم همه اون سوال‌ها رو بگوییم. ولی اون چیزی که میخواستم پاسخ گرفتم. تشکر باشد. سلامت باشید. یک ذره اگر که با مشکلات خودتون روشنی پیدا کرده باشید ما ممنون هستیم که صحبت ما بیهوده نگذشت. کوشش میکنم در یکم برنامه دیگر سری همون جرأتی که شما گفتید بیایم و یک موضوع علاهیده صحبت کنیم. باشد چرا نه باشد. ما خرسند میشویم. خوشتونی بود برنامه امروزه ما. موضوع صحبت ما تربیت دخترک 5 ساله بود و در پیش روی اکران های تلویزیون صاحبان دخترکان 5 ساله پدر و مادرانشون نشسته باشند. شاید برای خودشون هم چیزی گرفتن. دختران فرزندان اصلا تمام عمر از ما می آموزند و هر قدر که خردسالتر باشند همونقدر بیشتر می آموزند. از این رو این دوره بسیار مهم است برای فرزندان و ما تشکر میگیم به مهمانی نوبتی ما که موضوع خیلی مهم رو برای ما پیشنهاد کردند و امیدوارم که از این صحبت شما هم برای خودشون چیزهای خوبی گرفتید. عبود باشید تا صحبت دیگر در تلویزیون سفینه.